اومدیم سلام اوه، یه بیبی. برگشتیم با یه ویدیو جدید. من همونطوری که میدونید من دلیم و داشتم دیگه. آریان رو دیگه کی نشناسه دیگه خوبی. داشتم دیگه. اومدیم با چالش چی اما امروز؟ اومدیم با چالش 5 ثانیه، چالش معروف و وایرال این روزهای خیلی یوتیوب. جنجالی و داغ. اومدیم این که پیش بزنیم. خب بریم. برو شروع کن. شروع کنی یا شروع کنم؟ شروع میکنم. شروع کن. میخوام ملایم مات بیام. منم اولشو آسون گرفتم برای نه من نه آسون گرفتم نه سخت. ایزی میزنمت. اینو هی یادم میاد. ولش کن بخون. بریم. اسم 3 تا کاری که تو بانک نباید بکنی. لباس نباید در بیاری، نباید آب بریزی رو زمین، نباید فحش بدی. تیک میزنی. آقا من ساده شروع میکنم. اسم 3 تا گل. گل روز، گل مریم، گل بابونه. آفرین. باریکلا تیکش گل میزنی. شقایق. خب برو. من آسون شروع کردم. 3 تا غذای ایرانی. چلو کباب، عدس پلو، جوج با ماست. 3 تا. ببین جوج چلو کباب میه. داداش چلو جوج نخوری تو عمرت. قیمه قرمه. جوجه کباب جوجه کباب غذای ایرانی نیست یعنی. کی میتونه ثابت کنه که هست یا نه؟ چی داری میگی؟ آخه چرت و پرتی. اسمش 3 شهر جنوبی. دسفول، آبادان، بنده عباس. باریکلا ولک با بچه جنوب آبادانم. 3 تا رنگ گرم. نارنجی، قرمز، زرد. ایزی. با هویج بستنی به روایت من. خیلی ملایم و نرم دارم میام باهات. خب دارم سخت و هاردش میکنم. اسم 3 پسر بدون نقطه. یا حضرت عباس. بگو 3 غاکشوار سرت. نوشتم جلو سوال. علی محمد حسام. 3 تا کاری که تو تخت نباید بکنی. بشاشی برینی بالا بیار. بو استفاده از هر خروجی ممنوع. اسم 3 لوازم آرایشی. رژ، سایه، خط چشم. دم مرگ، دم پرتگاه. بگو 3 تا چیزی که هیچ وقت نباید بخوری. سنگ، خاک. گو که میخوری ولی میپذیرم. داشتم تیکش بزن تو گو میخوری. نه واقعا کاری به گوه خوردن ندارم ولی شما گوه آیا میخوری؟ نه خیر. اسم 3 بازیکن اسپانیایی رو بگو ببینم. اینیستا، ژاوی، راموس، بوسکتس. دلت بخواد تا صبح داریم. فراوان. آره داشتم دیگه حرفه مرفه که تخصص خوبی داشته باشی توش دیگه باید بگی که کاره. میدونی چی میگم بداش؟ چندش. 3 تا استان غربی ایران. استان غربی؟ آره. کرمانشاه استان میشه. چه نمیدونم اینو بخواه خودش. کرمانشاه، سنندج، همدان، ایلام، لرستان، درود، تبریز، اردبیل. اردبیل. البته اونا میشن شمال غربی ولی خب آره حالا ما غربی خب حالا میتونیم در نظر بگیریم که آره لیدی میدونی سی چی میگه. آره هنی آتیش. اسم 3 کشور آمریکای جنوبی. برزیل، آرژانتین، اوروگوئه. آفرین باریکلا داشتم فوتبال دیگه ببینی دیگه. 3 تا کشور تو قاره آمریکا. قاره آمریکا. آمریکا. ریدی. خب 2-1 آریان ریده. یعنی 2 تا ریدم یه بار ریده. اسم اصال دارن. اسم 3 مدل غذای نونی. کتلت، کوکو سیب زمینی، کوکو سبزی. 3 تا مواد شوینده. مایع دستشویی، مایع ظرفشویی، شامپو، صابون، پودر ماشین لباسشویی، پودر لباسشویی. 20 تا برات میگم. از بس که توالت شده. 3 تا چیزی که تو فوتبال میگن. یعنی چی 3 تا چیزی که تو فوتبال میگن؟ اصطلاح فوتبالی. کاتبک، پاس بده،
این تلم پوفک باز پوفک بعد دلم چیز میسه چی؟ میگفتی مثلا یه سری حرکات اصطلاح فوتبالی تو میگی چه تا چیزی که تو فوتبال میگن تو فوتبال میگن دیگه. خب تو فوتبال مثلا تو اصلا اوورلپ یه پاس بده اوورلپ شوت بزن. بده سانت کن آره این هم میشه اصطلاحش میگن اوورلپ. برو گم شو لبه خاک بر سرت نگفت دو سه تا فیلم خارجی خارجی. بریکینگ بد، گیم آف ترونز، فرازندان. ریدی اینا سه تاش هم سریاله فیلم سه تاش هم سریال گفتی فیلم رو نشیدم. 3 مساله ساختمانی. سیمان گچ تیراهن بتون نتون نام سعادت آهنگ تنتاسیون آقا پدرستایی من بابام تنتاسیون گوش داده خودم گوش دادم. خب دیگه سوخت 3 تیم لیگ فرانسه. مارسی یعنی بابا. پاریس سن ژرمن موناکو بارکل. مارس که هم ماهه هم شکلاته. 3 تا رپر نسل 1 مثلا هیچکس، مراتیدن، پیش رو. ریدی مراد هیدن نسل 3 برادر پدر سگ سنشون از همه بیشتره. خفه بشو هیچکس پیش رو با خودت دسته. یکی دیگه شون بگو. بهرام سورنا علی قاف شاهین نجفی 3 مربی اسپانیایی. لویز انریکه مغزم کار نمیکنه هیچکیو یادم نمیاد خاک بر سرت. جاوی پپ گواردیولا. جاوی. خاک تو سر. لوپتگی هم اگه اشتباه نکنم. آره اسپانیا. غلط گفتی خاک برته. 3 تا برند ماشین آلمانی بنز، بی ام و، پورش. مرسی فکر می‌کردم نتونی بگی داستان ولی خب سوال آخر من. 3 ورزش آبی. یعنی چی 3 تا ورزش 3 تا آبی؟ ورزشی که تو آبه. واترپولو شنا 100 متر شنا 200 متر درسته میشه. واترپولو، قایقرانی، خود شنا. درست. حتی بخوایم حساب کنیم شنای 100 متر 100 متر و 200 متر رو به نظرم ریدیم اینو حالا اشکال نداره برای من غلط بزن. غلط میزنم. درست زده بودم اونی که خودشو غلط میزنه. 3 تا بازیکن قدیمی آسه میلان کاکا، رودگولیت، گتوزو. قوی. دیگه من چون سوالم تموم شده هر چی داری بپرس میخوام یه پاچونمت. 3 تا کاری که قبل خواب میکنی مسواک میزنم، اینستا میگردم، لباس. لباس چی آخه؟ لباس در بیارم قبل خودم لباس میپوشم آخه. خب بپرس. اسم 3 تا تیم پرتغالی پورتو، بنفیکا، ایوای. ایوای وای اسپورتی لیسبون. برای 5 ثانیه خیلی گذشت. چرا؟ تماس. کی باخت؟ باید نگاه کنیم تو رو که 2 تا 3 تا اشتباه 4 تا اشتباه. نه باخت. 5 تا را شما جواب ندادی 4 تا نگفتی. بیشو 1 2 و آریان بباخت در این بازی و بازم سلطان امیر برنده تمامی بازی ها و چالش های جذاب و دیدنی و حرفه‌ای و بسه. داستان من دارم میمیرم بچه‌ها. خب من بعد از این ویدیو میمیرم آره. ان شاءالله مجلس ختمم حتما داشتم قرار بریم تو خواب. آره. و خب چه غلطی بکنم بعد بگی از مجازات آخر همین ویدیو مجازات رو میذاریم. ویدیو رو آخرش ببین برات گزینه میذارم روی میز میخوام معده و روده‌هات از هم بپاچونم. خب شما مریضی رسما. حالا شما میتونی یه نصف لیوان نصف لیوان. آره نصف لیوان زردچوبه و آب و فلفل بخوری. آب زردچوبه و فلفل. آب و زردچوبه که میخوردم که چون پاکسازی و ضد عفونی میکنه ولی زردچوبه و آب و فلفل آره سیاه. نه قرمز نداریم خونمون. ما داریم. خب بده. و مجازات بعدی که میتونم بعد در نظر بگیرم گاز دادن نصف پیازه که فکر میکنم دهنت آسفالت میشه. همون اولی رو اوکیت میکنم. و گزینه سومی که همیشه روی میزه و من خودم مثل سگ دوست داری؟ میترسم ازش چیه؟ نمیدونم و باید بهش فکر بکنم. آتیش بذار فکر بکنم که هنوز فکر نکرد تازه میگه گزینه 3 آقا قرار بود 2 تا بگم بعد گفتم بذار 3 تا بگم که خودت شرف انتخاب کنیم. مردی بابا. 2000 years later.
یه لیوان چایی با یه نبات بعدش تریاک. یه لیوان چای یخ. نه با انقدر آب لیمو میریزی توش. میشه خورد. میخورن واقعا. آب لیمو بود چای میخورن. ولی سرد و نمیدونم. لیموی یخه که یعنی حالا هر کوفتی. من اولی و آخری میتونم هندلش کنم ولی پیازو نه. خدا پیاز بخور. نمیخوام. انتخاب اولی منتظر باشید که آب زردچوبه پیپر فلفل بریزیم تو حلقومش. ناک کنم. خب گایز رسیدیم به پایان این ویدیو. مرسی که ما رو تماشا کردید، مرسی که وقت گذاشتید. امیدواریم که سابسکرایب کلی از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و یادتون نره که کامنت ما رو فراموش نکنید. حمایت کنید. زنگوله بمانید. زنگوله رو زنگوله رو اینکه کامنت انگلیسی یادتون نرود. آره دیگه حمایت کنید دیگه، همه رو بمالید و حالا دم دستتون بزنید بمالید. هر کاری که میتونید درامون بکنید. مورد چشمشات بگردم. موضوع خودتون باشید تا ویدیوی بعدی. این وضعیت زشته، کثیفه، مستهجنه. خدافظ.